سلام خدمت شما عزیزان، به سالن ما خوش اومدین. امروز یک اکستنشن موجه والیوم داریم. قبل چشم میبینیم که نسبتاً ریخته، از ترمیمشون گذشته. حدوداً 5 هفته است که ترمیم نشده، شاید هم بیشتر. به کاشتی که روی تار خود موجه انجام میشه اکستنشن، و کاشتی که از موجه های فیشر و هیدن استفاده میشه کاشت موقت. الان چیزی که شما الان دارین مشاهده میکنین اکستنشن والیوم بوده و به ترمیم رسیده. ترمیم که چه عرض کنم که خیلی ریخته و یک اکستنشن جدید باید من انجام بدم. همونجور که مشاهده میکنین بسیار اصولی انجام شده و این موجه بدون چرخش هیچ چیزی رشد کرده. اینو من دوباره برمیدارم به این شکل. جدا میکنم. جور که میبینید اکستنشن ما بسیار اصولی انجام شده. بقیه احتیاجی به ریموو نیست. اینجا یک دونه احتیاج داره. ببینید من چجوری اینو ریموو میکنم. ساقه موجه رو میگیرم و اینو میدم سمت پایین، یک کشش اینجوری ریموو میکنم. براش میکشم، بازم جاهایی که لازم باشه برای ریموو من ببینم. به مشتریتون بگین که حتما چشماشونو با شامپوی بچه بشوره. حالا فرق نداره چه مارکی باشه.
همونطور که ملاحظه میکنید کار اکستنشن ما به پایان رسید و بعد از این کار حداقل باید تا 24 ساعت بهش آب نخوره و تا 48 ساعت حمام یا جاهای بخاردار مثل سونا و جکوزی تشریف نبرن. هر 3 روز بالای چشمو بالای چشمو با شامپو بچه شستشو میدن و با باد سرد دوباره اینا رو همه خشک میکنن یا با دستمال کاغذی خشک میکنن. در کل گریه های زیاد متعدد باعث ریزش موجه میشه. همینطور براش کشیدن خیلی مهمه. ریختنی ها میریزه، موندنی ها میمونه، ایرادی نداره براش بکشید و تمام. همین دیگه. به صورت هم نباید بخواد. مرسی.